سلام به همه شما سروران موشکاف خودم که تو شکار لحظه برای خوابوندن سیلی بیخ گوش سیدعلی استادید. آقا یه مدت سیدعلی تو پشمشیشه و ورق پاره های حکومتیش مدام از شادی ملت بعد از راهیابی تیم ملی به جام جهانی میناله و التماس میکنه که ملت شادی قانونی و آخوندی بکنن. این بنده حقیر با این جسم ناقصی که دارم از امت همیشه در صحنه استدعا دارم که فقط در کادر قانون اساسی نظام الهی ما شادی و پایکوبی کنم. طیب الله پایکوبیاتکم. حالا چرا؟ پریشب خودش تو تیویریش زد به خال و آدرس اصلی رو داد. ببینی؟ سلام. به نظر میرسه برخی سعی دارن از شادی مردم از پیروزی‌های اخیر تیم ملی بهره برداری خودشون رو بکنن. پایگاه خبری گروهک تروریستی منافقین در اقدامی عجیب سعی کرد تا شادی مردم در پی صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی رو تظاهرات ضد حکومتی از سوی مردم جلوه بده، اونم با وجود اینکه پرچم‌های جمهوری اسلامی به خوبی در تصاویر دیده میشه. بابا سیدعلی آبروی نداشته تو بیشتر از این نبر. چقدر بدبخت شدی که به چند تا خرچنگ از لابلای جمعیت چسبیدی که بگی تظاهرات نبود. دست جوونای زرنگ و باهوش درد نکنه که علاوه بر خر کردن وحوش لباس شخصی تو صحنه تونستن اینجوری پاسدار زرقامیت رو هم خر کنن. آخه بابا از یه طرف میگی گروهکی هستن که اصلا وجود خارجی ندارن و تموم شدن و این حرفا، بعد از یه طرف دیگه تقی به توقی میخوره جسم ناقصت شروع میکنه به بندری رفتن و لرزونک گرفتن که آی فرماندهش مجاهدین بودن و بهره برداری کردن و از اینجور صحبت ها. آخه ولی فقیه شیعیان خارج کشور این چه فضاحتیه؟ بابا آخه اگه اینا گروهکن و هیچ جایی هم تو ملت ندارن و اون چه هم که تو خیابونا گذشته شادی اسلامی به خاطر فوتبال اسلامی بوده، پس چه اهمیتی داره که خوش نیومدن به مزاقشون اینطور تو و تیویریشتو به لرزه انداخته؟ چرا اینقدر از سایت این گروهک میترسی که حتی جیگر نداری کامل نشون بدی؟ همه عکساشو مات کردی. بابا اینقدر نترس، اینقدر نلرز، لااقل جلوی بسیجی‌های رنگ پریده زپرتیت آبروداری کن. اونایی که تو خیابون بودن دیدن که چه خبره. عصر تیرکمون هم نیست که آخوند روستا هر خالی خواست ببنده. فیلماش تو یوتیوب پره بابا. سیدعلی وقت کردی یه نگاه بنداز. دیدی جرأت نکردی همین فیلم رو تو تیویریش نشون بدی؟ جمع کن بابا، جمع کن علی گدا که ضایع کردی در حد لالیگا. خب بگذاریم بابا، ولش کن. ترانه علی خمار رو بذار که میخوایم بریم براش. بزن بریم. علی خمارم بار بار زیر فشارم بار بار راهی ندارم بار بار تموم کارم بار بار علی خمارم بار بار زیر فشارم بار بار راهی ندارم بار بار تموم کارم بار بار
شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.